آپدیت جدید اینستاگرام که محتواتون رگباری دیده میشه. توی این قابلیت جدیدی که اینستاگرام آورده، ویدیوهاتون رو میتونید به همدیگه لینکشون بکنید و بازدید بیشتری داشته باشید. چجوری؟ مثلا من یه ویدیو از شما دارم میبینم و اون پایین داره به من گوشه تصویر نشون میده که بعد میتونم پارت 1 رو به 2، پارت 2 رو به 3، 3 رو به 4 به همدیگه لینک بکنم و اینجوری یه محتوای سریالی تولید بکنم. آیا این یه ایده اورجیناله که اینستاگرام آورده؟ جواب نه، چون قبلا تو یوتیوب و لینکدین این کار انجام شده بوده. دیگه الان عادت کردیم که اینستاگرام همه ایده‌های جدید رو میاره کپی میکنه، پس بهتره بازم ازش بتونیم استفاده کنیم. حالا چرا میگیم این قابلیت خیلی مهمه؟ چون این کسایی که محتوای سریالی درست میکنن بازدید بیشتری دارن. حالا میپرسیم محتوای سریالی چیه؟ الان برات اینجا میگم. محتوای سریالی چیه؟ محتوایی که شما میاد راجع به یک موضوع اون رو قسمت بندی میکنید و هر قسمت به داستان اون رو تعریف میکنید و از زوایای مختلف به اون میپردازید و اینا رو به هم دیگه لینکشون میکنید. هنوز نمیدونی که چه جوری میتونی محتوای سریالی درست کنی؟ برام توی کامنت هر چی دوست داشتی بنویس، منم برات لیست کامل موضوعاتی رو که میتونی از اونها محتوای سریالی تولید کنی رو برات ارسال میکنم. با داشتن اون لیست میتونی خلاقیت خودت رو تو تولید محتوا نشون بدی و از این قابلیت جدید استفاده کنی و بیزینس خودت رو ارتقا بدی.